حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه و من والاه. بینندگان ارجمند و گرامی در هر کجایی که هستید و در این لحظات دارید برنامه خودتان، برنامه خلق عظیم را مشاهده می کنید. خدمت یکایک شما گرامیان و سروران عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. امیدوارم که از نعمات بیکران پروردگار یکتایمان بهره‌مند بوده باشید. خدمت شما هستم با برنامه دیگر از سری برنامه‌های خلق عظیم و به اجازه شما عزیزان خدمت کارشناس برنامه جناب مولانا مجیب الرحمن انصاری نیز عرض سلام و ادب و خسته نباشید دارم. جناب مولانا سلام علیکم، خوش آمدین به برنامه خودتان. تشکر. ما هم خدمت شما جناب استاد بزرگوار، استاد صیقل عزیز و بزرگوار و خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی شبکه جهانی و سال حق عرض سلام و ادب و احترام دارم. سلامت باشین. تشکر جناب مولانا بزرگوار. خب بینندگان عزیز و گرامی، همانطور که مستحضر هستید ما در این برنامه پیرامون فضایل اخلاقی از دیدگاه اسلام صحبت می کنیم و امروز نیز با فضیلت دیگر از فضایل اخلاقی محضر شما گرامیان هستم. شاعر می فرماید ز خاک آفریدت خداوند پاک، پس ای بنده افتادگی کن چو خاک. تواضع سر رفعت افرازدت، تکبر به خاک اندر اندازدت. به عزت هر آنکو فروتر نشست، بخاری نیفتد ز بالا به پست. انشالله که از خلال این چند بیتی که خدمت شما عزیزان قرائت گردید به موضوع این هفته و این جلسه از جلسات برنامه من پی برده باشید. موضوع این جلسه از جلسات برنامه من تواضع هست. در این برنامه انشاءالله پیرامون اهمیت تواضع در جامعه و گوشه های از تواضع رهبر بشریت محمد بن عبدالله صلوات ربی و سلامه علیه در عرصه های مختلف زندگی اشاره خواهیم کرد. خب جناب مولانا بزرگوار در خدمت شما هستیم و برنامه را در ارتباط با بیان اهمیت این خلق عظیم که واقعا پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم خودشان امیر المتواضعین بودند آغاز میکنیم که تواضع و این خلق در زندگی ما از چه اهمیت برخوردار است. البته بازم در پرتو آیات قرآنی و احادیث نبوی. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن العظيم فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا صدق الله العظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله. رواه مسلم
او كما قال صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. جناب استاد بزرگوار، موضوع تواضع بسیار موضوع مهم و با اهمیت هست که از وقتی که من با شما آشنا هستم میبینم که شما با این خلق عظیم و بزرگ ملبس هستید. الله سبحانه و تعالی ما را هم به این خلق عظیم ملبس بگردانه و مزین بگردانه و همه بینندگان عزیز و گرامی ما را آمین آمین. از و گفتی عربا جناب مولانا سے بسترنی سترک الله، حیاکم الله. چون در عرصه‌های مختلف شما استاد هستید، در عرصه تواضع هم الله سبحانه و تعالی همانطوری که رسول الله صلی الله علیه و سلم اسوه هستند و صحابه اسوه هستند، امت نبی کریم صلی الله علیه و سلم یکی بر دیگری اسوه هست در عرصه های خلق عظیم و اخلاق حسنه. جناب استاد بزرگوار، بحث تواضع بسیار بحث با اهمیت و مهم است که الله سبحانه و تعالی در قرآن آیات زیادی پیرامون متواضعین و آیات زیادی که عکس متواضعین متکبرین هست. چه خوبه در بدایت و در ابتدا بفهمیم تواضع چی معنا دارای، چی معنا هست، تا اینکه وقتی آیات و احادیث بیان میشه برای ما بیشتر و مشخصتر و واضحتر بشه. تواضع به معنای فروتنی هست، به معنای شکست نفسی هست، یعنی به عبارت واضحتر ضد تکبر هست. یعنی انسان متواضع و انسان متکبر، اینها دو صفت متضاد، یعنی سیاه و سفید هست. تواضع میشه گفت که سفید و تکبر سیاه هست. الله سبحانه و تعالی در آیات زیادی پیرامون تواضع و متواضعین، اگر اهمیت تواضع ما فقط با چند آیه و احادیث رسول صلی الله علیه و سلم خلاصه کنیم، همان مشت میگه نمونه خروار هست. الله سبحانه و تعالی وقتی میخواد بندگان خود را، بندگان خاص خود را، یعنی عباد الرحمن، مسئله خوردی نیست. یعنی ما وقتی در بین نظام ها و بین ارتش ها و اینها میگیم که مثلا ارتش خاص، افراد خاص یا یگان ویژه، گارد ویژه، الله سبحانه و تعالی هم وقتی که در قرآن میگه قل بگو لعبادی، یا مثلا جای دیگه میگه یا عبادی، یا مثلا جای دیگه میگه یا ایها الذین آمنو، بعضی وقت الله سبحانه و تعالی همه بندگان خود را مخاطب میکنه، بعضی وقت اهل ایمان را مخاطب میکنه، بعضی وقت حتی متقین را مخاطب میکنه، اما بعضی وقت خاص و خاص الخاص بیان میکنه که بگو که یا معرفی کن بندگان خاص مرا، عباد الرحمن. عباد الرحمن یعنی بندگان خاص الله سبحانه و تعالی. این بندگان خاص الله سبحانه و تعالی دارای چی ویژگی ها هستن؟ یکی از ویژگی های اونها تواضع هست. و عباد الرحمن الذین، شما بینیم اوصاف عباد الرحمن زیاد بیان میشه، 7-10 صفت بیان میشه، در بدایت سبحان الله بحث تواضع هست و عباد در رأس ای صفات. و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا، در روح زمین بسیار با آرامش و با سکین و با وقار راه میرن. راه رفتن اینها نسبت به راه رفتن دیگران متفاوته، حرف زدن اینها نسبت به حرف زدن دیگران متفاوته، نگاه کردن اینها نسبت به نگاه های دیگران متفاوته. پس به اینه که الله سبحانه و تعالی بیان میکنه و عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض هونا. این جایگاه و اهمیت تواضع را نشان میده. یعنی شما میخواین بگین اگر کسی میخواه از بنده های ویژه الله سبحانه و تعالی بشه باید متخلق به این خلق، مزین به این خلق، به تواضع باشه. اصلا جناب استاد بزرگوار، وقتی که ما در قرآن میگیم که تواضع به معنای فروتنی، به معنای شکست نفسی، این نفس چی میخواه که ما میگیم شکست نفسی؟ نفس غرور میخواه، تکبر میخواه، خودخواهی میخواه، جاه طلبی میخواه، بلند پروازی میخواه. این نفس باید شکست، این چگونه میشکنه که انسان متواضع باشه و تواضع داشته باشه. و وقتی بحث از
چرا تکبر حرف بدیه، صفت بدیه که بندگان الله سبحانه و تعالی اگر وقتی کسی میره در مسیر تکبر، کسی میره در راه تکبر، الله سبحانه و تعالی فبئس مثوى المتکبرین میگه راه اونها راه بدیه، مسیر اونها مسیر جهنم هست. چون الله سبحانه و تعالی این صفت کبر و کبریا فقط مختص ذات اقدس الهی هست. به او میزیبه. الکبر ردایی، الکبریا ردایی. این کبر یک ردایی هست که به او فقط به اطراف و یا به شأن الله سبحانه و تعالی هست، دیگه در غیر الله سبحانه و تعالی، چون اونه که قدرت کامله داره. وقتی ذاتی که قدرت کامله رو داره، الله سبحانه و تعالی وقتی در سوره حشر بیان میکنه صفتهای پروردگار عالم، هو الله الذی خالق الرازق الملک والاخر، همه که بیان میشه بعد متکبر، الله متکبر هست. پس تکبر به الله میزیبه. این لباسیه که به اطراف الله سبحانه و تعالی هست، این صفتیه که صفت الله سبحانه و تعالی هست. و رسول صلی الله علیه و سلم که با همه عظمت و بزرگی که دارن، سید الرسل و اشرف الخلق هستن و اشرف سید خلق الله اجمعین گفته شده، بهترین صفت که دارن صفت تواضع دارن. پس الله سبحانه و تعالی در آیات زیاده به رسول صلی الله علیه و سلم میخواد بفهمانه که ای پیامبر چه کار بکن، واخفض جناحک للمؤمنین، بگستران بال مهربانی خود را، تواضع خود را، فروتنی خود را. برای کی؟ برای مؤمنین. چرا؟ اگر تو متواضع نباشی، تو مهربان نباشی، ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر. آیه دیگه الله سبحانه و تعالی از این رحمت للعالمین، برای همه. الله سبحانه و تعالی میفرماید واخفض جناحك لمن تبعك، بال رحمت خود را، تواضع خود را، فروتنی خود را بگستران برای کسانی که از تو پیروی کردن از مؤمنین. الله سبحانه و تعالی در آیه دیگه جناب استاد بزرگوار وقتی که نگاه میکنیم به اهمیت این صفت زیبا و صفت مبارک تواضع، میفرماید یا ایها الذین آمنوا من یرتد منکم عن دینه. خود ارتداد، خود مرتد شدن، قبل از اینکه شخص مرتد بشه متکبر میشه، عناد میکنه، سرکشی میکنه، کبر و غرور و تکبر برای پیش میاد. الله سبحانه و تعالی میفرماید کسانی که ایمان آوردید اگر شما از این دین برگشتید، شما به پشت پای خود برگشتید، شما مرتد شدید، شما دین رو ترک کردید، من یرتد منکم عن دینه فسوف یأتی الله، خداوند قوم دیگری میاره، مردم دیگری میاره که اونها دارای چی صفتن؟ به قوم یحبهم و یحبونه، اونها الله را دوست دارن و الله اونها را دوست داره. ادامه آیه میفرمایه الله سبحانه و تعالی اذلة علی المؤمنین و اعزة علی الکافرین، اونها دارای این صفت هستند که متواضعن در مقابل مؤمنین و خشنن در مقابل، یعنی احساس غرور میکنن در مقابل کافرین. صفت اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم، که اصحاب رسول صلی الله علیه وسلم در بین همدیگر متواضع بودند، در بین همدیگر مهربان بودند، در بین همدیگر، اما در مقابل کفار سختگیر و اینها قرار داشتند. از این که برخواه بیاین برداشت کنن که ما در مقابل مثلا در یک جامعه هستیم که در اونجا غیر مسلمان هم زندگی میکنه، باید ما همیشه متکبر باشیم، خشن باشیم و در مقابل از اونا از سختی و از غلظت کار بگیریم. نکته خوبی جناب استاد بزرگوار اشاره کردیم که تواضع رسول صلی الله علیه و سلم در تمام عرصه ها بود، اما به این که انسان
متواضع در بین جامعه. رسول صلی الله علیه وسلم وقتی که اگر همسایه کافر داشتن او بچه یهودی مریض میشه و بالاخره میرن به عیادت از او، خود این نشان دهنده اینه که در مقابل کافر هم نباید کافر حربی که در حال جنگ است، در مقابل کافری که ضرر نمیرسانه، کافری که همسایه هست، کافری که در شهر هست، کافری که مستأمن هست، کافری که در کشور و شهر قرار داره، و یک بحث جداست. اما ای که اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم سختگیر بودن، در مقابل کفار خشن بودن، در مقابل کفار همان غرور خود را داشتن، طبعا کافر حربی هست، کافری که در مقابل ایستاده میشه. اما اینجا میخوام یک نکته دیگه جناب استاد بزرگوار که شما اشاره کردیم، میخوام در قسمت تواضع که باز هم برای قبل از اینکه ما به احادیث اشاره کنیم، تواضع بعضی انسان ها تا اندازه متوجه نشدن تواضع چی هست. تواضع و فروتنی یعنی همین که انسان نفس خود را پیش هر انسانی خار بکنه و بالاخره مثلا پیش یک قدرتمند، یک ثروتمند، پیش حتی یک انسان هایی که اونها از دین آگاهی ندارن، که ما وقتی با یک انسان تواضع کنیم، این تواضع ما سبب غرور و تکبر طرف بیشتر واقع بشه، به اینه که علما و بزرگان میفرمایند در مقابل متکبرین تکبر عبادت هست و تواضع گناه هست. یک انسان متکبره، ما میریم پیش از او تواضع میکنیم، او تکبر از او میره بالا و او از این سو استفاده میکنه. در یک قسمت باید ما تواضع بفهمیم و بدانیم. یا مثلا در قسمت تواضع و فروتنی، سیدنا عمر وقت شخصی را دیدن که در نماز استاده هست، گردن کج کرده، بسیار گردن کج هست، سیدنا عمر رو متوجه ساختن که راحت استاده شو، چرا به این گونه استاده میشی؟ تواضع نیست. در نماز که استاده میشی قد افلح المؤمنون الذين هم فی صلاتهم خاشعون، تواضع قلبی رو داشته باش. خود تواضع قلبی وقتی در قلب تواضع پیدا شد در وجود ظاهر میشه. تصنعی نباشه در این راستا. پس بناهن تواضع و فروتنی که همان شکست نفسی و اینها. تواضع آیات زیاده هست که الله سبحانه تعالی در قسمت و جناب مولانا صاحب قبل از اینکه ما به آیات بپردازیم، برخی و بازم گفتم از تواضع به خاطر اینکه برداشت درست و اشتباهی نکنن، متاسفانه در برخی از اصول و ثوابت تنازل میکنن و ایره مثلا خدای نخواسته برخی ها در مقابل ناموس و این چیزها این مسائل تنازل نشان میده و ایره نامش تواضع میمانه. فکر کنم که از تواضع بعید است. در قسمت استحقاق حق یعنی طلب حق، یک مسئله که انسان وقتی برای از ظلم میشه، الله سبحانه و تعالی به صراحت میفرماید لا يحب الله الجهر بالسوء من القول الا من ظلم. بر کسی که ظلم میشه باید صدای خود را بلند بکنه، بر کسی که از طرف حق میخواد باید حق خود را طلب بکنه، اما از راههای مشروع. بله. و همچنین در قسمت مسئله ناموس را مثلا اشاره کردیم، مسئله بعضی انسان ها شاید ببینن که ناموس اونها با دیگران در حال خنده هست، در حال مزاح هست، در حال بالاخره بی‌حجابی هست، در حال بی‌بندواری هست، ولی او میبینه که با نامحرم ناموسش مینشینه، برمیخیزه و میخنده و این یک تبسمی میکنه و تیر میشه و بالاخره بعد میگن چقدر فلانی آدم متواضع، هیچ چیزی نگفته، خیلی حلیمه، خیلی بسیار حلیم. اینها رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند که این گونه اشخاص متواضع نیست، اینا دیوس هست. دیوس وقتی رسول صلی الله علیه و سلم بیان کردن که در روز قیامت نگاه رحمت به طرفش نمیشه، صحابه گفتن یا رسول الله چی کسی هست؟ گفتن کسی که ببینه ناموسش با دیگران میخنده و مزاح میکنه و شوخی میکنه و بالاخره ای همون غیرت از ای به صدا نمی آیه، یعنی ایرا غیرت نمیگیره. پس این تواضع نمیگن، این بی غیرتی میگن، این دیوسی میگن. و در قسمت شخص میتونه که حق خود را بگیره، و حق خود را نمیگیره و طلب نمیکنه، این هم تواضع نیست.
این هم یک این ظالم را ظالم‌تر میکنه و انسان متکبر را متکبرتر میسازه. پس به اینه که تواضع و فروتنی، یعنی بیشتر در تعریف تواضع بیان میکنن که انسان در یک شی توان و قدرت داره، ولی او انسان از همان نعمت پروردگار عالم درست و صحیح استفاده میکنه. این هست تواضع. یعنی شخص توان داره که لباسهای فاخر بپوشه، ولی لباسی میپوشه که دیگران پوشیدن در بین جامعه، مناسب جامعه باشه. این رو میگن تواضع. و در عرصه هایی که وقتی از لابلای این آیات و احادیث بیشتر دانسته میشه و تواضع مشخصتر میشه، تواضع در مقابل والدین، الله سبحانه و تعالی وقتی میفرمایه واخفض لهما جناح الذل من الرحمه. اگر جناب مانوس اجازه بدین بحث تواضع با چه کسایی بیشتر تواضع ایره فکر کنم که به صورت جداگانه میشه بیان بکنیم. اگر اجازه بدین به اجازه شما و بیننده های عزیز و گرامی میریم سراغ یک میان برنامه و پس از این میان برنامه انشالله دوباره در خدمت شما با ادامه موضوع تواضع خواهیم بود. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. و با تکبر از مردم روی مگردان و مغرورانه در زمین راه مرو، بیگمان الله هیچ متکبر فخر فروشی را دوست ندارد. نور في الظلمات أنسي في خلواتي يا سعدي وهنائي القرآن حياتي. يا حبذا خلق كريم طاهر قد مازجته سلامة الأذواق. فإذا رزقت خليقة محمودة فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق. فالناس هذا حظه مال وذاك مكارم الأخلاق. يا حبذا خلق كريم طاهر. خب بینندگان ارجمند و گرامی، با عرض سلام مجدد و دوباره در خدمت شما هستیم و شاعر میگه از سر افتاده پابرجاست بنیادم چو شمع، نخل تسلیم مرا غیر از تواضع ریشه نیست. خب جناب مولانا بزرگوار، اگر از اهمیت تواضع بگذاریم فکر کنیم که حتی اهمیت تواضع از خلال گوشه های از تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم در عرصه های مختلف زندگی شاید برجسته تر و مشخص تر شود. میریم روی گوشه های از تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم که بهترین الگو و بهترین اسوه هستند. بدون شک رسول صلی الله علیه و سلم برای همه مؤمنین و برای همه بشر اسوه و الگو در عرصه های مختلف، خصوصا در این صفت تواضع. الله سبحانه وتعالى میفرماید لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه.
تواضع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، سبحان الله، با این همه عظمت و بزرگی که رسول صلی الله علیه و سلم یعنی سید الرسل، آیات زیاده و انک لعلی خلق عظیم و ارسلناک الی رحمت للعالمین، با این همه یعنی قوت و قدرت معنوی و مادی که در عالم ظاهر، یعنی این رسول صلی الله علیه و سلم که در مکه الله سبحانه و تعالی اونها را به عنوان پیامبر مبعوث میکنه، میاد در مدینه منوره، از مدینه منوره نامه میفرسته به ابرقدرت های جهان، ابرقدرت های جهان، وقت به روم و به فارس و بالاخره به اینها. این شخصیت مبارک، تواضع ایشان، یعنی وقتی که به احادیث و یعنی سیرت رسول صلی الله علیه و سلم و شمایل رسول صلی الله علیه و سلم به اینها نگاه میکنیم، رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چه خوبه که ما در قسمت تواضع، وقتی از تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم میگیم، بینندگان عزیز و گرامی، اول خود ما، همه بینندگان، اگر این تواضع در زندگی ما نیست، بیاییم ما در زندگی خود پیاده کنیم. رسول الله برای ما اسوه هست، برای ما الگو هست، برای ما مقتدا هست. همانطوری که در حدیث در بدایت اشاره کردم، رسول صلی الله علیه و سلم میفرمایند و ما تواضع احد لله، وقتی یک شخص تواضع به خاطر الله سبحانه و تعالی میکنه، ثمره و نتیجه این تواضع چیه؟ رفعه الله، الله مقام او را بالا میبره، جایگاه او را بالا میبره. بعضی انسان ها فکر میکنن که اگر من تواضع کردم شاید از مقام من کاسته بشه، از ریاست من کاسته بشه، از اون شأن و شوکت من، در حالی که رسول صلی الله علیه و سلم با او همه مقام، با او همه عظمت و بزرگی تواضع دارن. از جمله تواضع جناب مولانا صاحب، اگر ببخشین که من صحبت شما را قطع کردم، میگن تواضع کوتاه‌ترین و مختصرترین راه برای رسیدن به دلهای دیگران است. وقتی شخصی از روی کبر و غرور و قلدری و زورگویی در بین یک جامعه، در بین مردم شوکت و شأن خود به اثبات برسانه، اما در قلب مردم جای نداشته باشه، این چی جایگاهی است؟ جناب استاد بزرگوار، شما در قلوب انسان ها گفتیم اصلا بدون تواضع انسان نمیتونه به طرف الله سبحانه تعالی حرکت بکنه. وقتی به طرف الله سبحانه تعالی حرکت نکرد، چگونه به قلوب انسان ها و بندگان الله جا بگیره؟ یک انسان زمان محبوب قلب ها میشه که محبوب پروردگار بشه، چون مصرف القلوب الله سبحانه و تعالی هست، مقلب القلوب الله سبحانه و تعالی هست. قلوب بنی آدم بین اصبعین بلا کیف الله سبحانه و تعالی هست، هر طرفی بخواه میچرخانه. پس به اینه که یک انسان اول باید محبوب الله سبحانه و تعالی بشه تا اینکه محبوب قلب ها و دیگران. حدیث رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که الله سبحانه و تعالی کسی را دوست داشته باشه، برای اهل آسمان میگه من فلانی را دوست دارم، اهل آسمان با اهل زمین میگن که فلان ابن فلان نزد الله سبحانه و تعالی قرب و منزلت داره، پس دوست بدارید. همه دوست بدارید، همه دوست میدارن. وقتی که عکس شد، الله سبحانه و تعالی همه ما از این حالت نجات بده که الله سبحانه و تعالی بگه فلان ابن فلان من دوست ندارم، شما در روی زمین بگویید که فلانی را دوست نداشته باشید و انسان ها هم دوست ندارن. به اینه که مسیر یعنی حرکت به طرف الله سبحانه و تعالی تواضع هست، فروتنی هست. یعنی اگر ما به قول یکی از عرفا و شعرا که میگه به اوج کبریا کس پهلوی عجز است، راه آنجا سر موی گر اینجا خم شوی بشکن کلا آنجا. این چی معنا داره؟ چی مفهوم داره؟ اصلا خود نماز به خاطر چی هست؟ برو رکوع، سجود. این همه الله سبحانه و تعالی میخواد که بنده خود را در حال تواضع ببینه، در حال سرخم ببینه، به پیش خود نه به پیش غیر. حال سجده چرا به غیر الله سبحانه و تعالی جایز نیست؟ به خاطر که الله میخواد که این ویژگی الله سبحانه و تعالی باشه. سر خم کن پیشگاه الله، به سجده بگذار پیشگاه الله. الله سبحانه و تعالی این را میخواد. به اینه که تواضع رسول صلی الله علیه و سلم، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی تواضع ما به غور و بررسی بگیریم، شاید برای خیلی از بینندگان جالب باشه. پیامبر این کارها را میکرد؟
مثلا از آن جمله رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که کفشنا نیاز به وصله و پیوند داشت، رسول الله صلی الله علیه و سلم خود اینا می نشستن کفش خود را وصله می زدن، یعنی به اصطلاح امروزی کفش خود را می دوختن. رسول صلی الله علیه و سلم از این چی معلوم میشه؟ با او عظمت و بزرگی کفشنا اگر نیاز به پیوند داشت، نیاز به وصله داشت، او را وصله می زدن، با او زندگی میکردن، در حالی کفایت میکرد که تنها یک اشاره کنه. رسول صلی الله علیه و سلم لباس خود را خودشان میدوختن، لباس خود را وقتی که پاره میشد، وقتی که بالاخره چی داشت نیازی بود که او با هم دوخته بشه میدوختن. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ام المؤمنین حضرت عایشه میفرمایند رسول الله صلی الله علیه و سلم در داخل خانه کارهای خانه با اهل خود مشارکت داشتند، همکاری میکردن و زمانی که صدای اذان بلند میشد کار ترک میکردن، میرفتن طرف مسجد به نماز حضور پیدا میکردن. یعنی امروز یک شخص فکر بکنه که در داخل خانه اگر با همسر خود همکاری داشته باشه در عرصه شستن ظرف، در عرصه پختن غذا، در عرصه نظافت خانه، در این عرصه، این سنت رسول صلی الله علیه و سلم و تواضع رسول صلی الله علیه و سلم. حتی در بعضی از روایات میاره که رسول صلی الله علیه و سلم گوسفند داشتن، خود اینا گوسفند خود را میدوشیدن و شیرش را میگرفتن. در این راستا این لحظه انسان فکر بکنه که رسول صلی الله علیه و سلم اگر در خانه در مشارکت با نظافت خانه داشتن و گوسفند در میدوختن و میدوشیدن، در مسجد نامه می نوشتن برای ابرقدرت های جهان. چنین نبود که رسول صلی الله علیه و سلم فرد عادی و ساده بوده باشند و بالاخره این کارها را انجام بدن. از تواضع رسول صلی الله علیه و سلم، تعاملنا با اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، با دیگران، رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که با کسی برابر می شدن نگاه نمی کردن که این صغیر هست یا کبیر، خرد است یا بزرگ. السلام علیکم، اول رسول صلی الله علیه و سلم سلام می کردن. السلام بینکم. انتظار نمی کشیدن رسول صلی الله علیه و سلم تا دیگران اونها را سلام بکنن. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی دست کسی را می گرفتن در حال مسافه بودن تا شخص دست خود را از دست رسول صلی الله علیه و سلم خلاص نمی کرد و جدا نمی کرد، رسول صلی الله علیه و سلم دست خود را جدا نمی کرد. مولانا صاحب بزرگواری، بحث مصافحه خیلی بحث مهمه هست. امروز متاسفانه افرادی هستند که از اندکی جایگاهی که برخوردار هستند وقتی دست میدی، وقتی با ایشان مصافحه میکنی، با نوک دست یا با کم مهری و بی مهری زود دستشان پس میکشن. شما ببینیم وقتی یکی از اسباب ریختاندن گناه، از اسباب از بین رفتن گناه، یعنی ما در تلاش هستیم که عمل را انجام بدیم تا گناهان ما بریزه، محو بشه، یکی از اون اسباب در حال مصافحه هست. رسول صلی الله علیه و سلم میفرماید وقتی مؤمن با مؤمن، برادر با برادر مصافحه میکنه، دست با دست میگذاره، در این اثنا تا زمانی که دست با دست برادر مسلمان هست گناهانش میریزه، از روی محبت، از روی مهربانی و اینها. تعامل رسول صلی الله علیه و سلم یعنی در عرصه تواضع با اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم، یعنی با اصحابشان، به این بود که وقتی که رسول صلی الله علیه و سلم وارد محفل می شدن، مجلس می شدن، اجازه نمی دادن کسی در مقابل اونها ایستاده بشه، اجازه نمیدادن کسی بالاخره احترام که از حد گذشته باشه بری از اونها داشته باشه. و رسول صلی الله علیه و سلم همیشه میگفتن که لا تطرونی کمطرعت النصارى کعیسی ابن مریم ولكن قولوا عبدالله عبدالله یعنی و رسولی. شما بگین فقط بنده خدا و رسول خدا هست. از تواضع رسول صلی الله علیه و سلم جناب استاد بزرگوار سبحان الله، یعنی براستی هم که و اینک لعلی خلق عظیم، اینه که رسول صلی الله علیه و سلم روزی از راه تیر می شدن، دیدن یک غلام گوسفند را کشته، یک جوانی گوسفند را کشته، درست یاد نداره که او را به اصطلاح من و شما پست بکنه، یعنی پست گوسفند از جانش دور بکنه. رسول صلی الله علیه و سلم آمدن گفتن یک کنار شو، آستینا را بلند کردن
و بعد گرفتن دست خود را و بالاخره داخل اون گوشت و پوست و قرار دادن تا اینکه این پوست از جان گوسفند بیرون شد و بالاخره برایش تسلیم کردن. چی کسی امروز، کدام قدرتمند و ثروتمند امروزی که مسلمان هست و میگه لا اله الا الله محمد رسول الله، بیاید چنین عمل را انجام بده؟ یعنی در چی سطح تواضع و فروتنی. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم وقتی که این صفت مبارک را داشتن، خب انسانی که از تواضع دور بشه به کبر نزدیک میشه، به تکبر نزدیک میشه. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند لا يدخل الجنه، داخل جنت نمیشه من کان فی قلبی مثقال ذره من کبر، ذره از کبر در دل باشه وارد جنت نمیشه. این چی معنا داره؟ یعنی انسان همیشه باید در طلب تواضع باشه، متواضع باشه. و انسان هایی که متواضع بودن چی کسانی هستن؟ سلف صالح. وقتی که ما میگیم سلف صالحین، که در رأس سلف صالحین رسول اکرم صلی الله علیه و سلم و بعد اصحاب رسول صلی الله علیه و سلم و تابعین و بزرگان دین، سلف صالحین تواضع اونها چگونه بود؟ از خود بزرگتر وقتی میدیدن مثل پدر احترام میکردن. ای تواضع سلف صالحین بود. وقتی از خود بزرگان امت، وقتی که از خود بزرگتری را میدیدن مثل که با پدر احترام میکردن برایش احترام میگذاشتن. و اگر از خود کوچکتر و خردتر میدیدن مثل اولاد برایش احترام میگذاشتن. اگر همسن و سالشان بود مثل برادر برایش احترام میگذاشتن. پس به اینه که تواضع خلق و یا صفت از صفات انبیاء علیهم السلام هست. به این رسول اکرم صلی الله علیه و سلم شما ببینیم در عرصه های مختلف که از تواضع رسول صلی الله علیه و سلم، اگر جناب مولانا به تواضع چون بحث در فتوحات و در حین آزادسازی و یا در حین بگیم نصرت و پیروزی و غلبه بر دشمن انسان خیلی ها خود به مصطلح بگیم گم میکنه و احساس غرور میکنه، احساس تکبر میکنه. اما رسول الله صلی الله علیه و سلم در حین فتوحات و در حین پیروزی ها و غلبه بر دشمنی که میخواست پیامبر صلی الله علیه و سلم به قتل برسانه، میخواست دعوت پیامبر صلی الله علیه و سلم دعوت اسلامی را از بین ببره، چگونه تعامل میکردن؟ اگر به این نقطه اشاره بکنید. تواضع رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، یعنی گفتیم که در عرصه های مختلف، در قسمت وقتی که به فتح و فتوحات و به اینها، از آن جمله بیم فتح مکه، یعنی فتحی که حالا دیگه شهرها کنار میگذاریم، فقط فتح مکه، جایی که رسول الله صلی الله علیه و سلم تصمیم گرفتن که و اذ یمکر بک الذین کفروا لیثبتوک او یقتلوک او یخرجوک، جایی که رسول صلی الله علیه و سلم چنان آزار و اذیت کردن که رسول صلی الله علیه و سلم طائف رفتن، جایی که رسول صلی الله علیه و سلم حتی در حرم مکه اینقدر اذیت کردن که از اون سبلهای شتر بر گردن مبارک گذاشتن، جایی که اونها را چنان اذیت کردن که در شیب ابی طالب در دره کوه رفتن، 3 سال سخت‌ترین در محاصره قرار گرفتن. حالا در مقابل چنین دشمنی امروز پیامبر غالب شده، غلبه پیدا کرده، پیروز شده، فتح آمده. پیروزمندا دائم انتقام میگیرند، اما سید خلق چه میکنن؟ رسول صلی الله علیه و سلم وقتی وارد مکه مکرمه میشن همه پریشانن، همه نگرانن، چون میفهمن که الجزاء من جنس العمل. امروز پیامبر چگونه برخورد میکنه؟ تواضع رسول صلی الله علیه و سلم اولا بسیار به حالت متواضعانه وارد مکه میشن، بسیار عادی، با اون مرکبی که سوارن ساده و بسیار متواضعانه. و از او جمله رسول صلی الله علیه و سلم، میخوام این نکته اشاره کنم جناب استاد بزرگوار، رسول صلی الله علیه و سلم نشسته در فتح مکه، یک شخص وارد میشه که رسول صلی الله علیه و سلم ببینه، از هیبت رسول صلی الله علیه و سلم میلرزه که پیامبر به من چی خواهد گفت، چه کار خواهد کرد. رسول صلی الله علیه و سلم چی بیان میکنن؟ برایش میگن که های شخص متوجه باش، هون علیک، سخت بر خود نگیر. اینجا رسول صلی الله علیه و سلم نمیگن که ما فاتح مکه هستم، دیروز شما چه کار کردید،
من امروز به قدرت رسیدم. رسول صلی الله علیه وسلم میفرمایند انا ابن امرأت، من فرزند زنی هستم که اون زن تا دیروز در این شهر از قریش غذای ساده میخورد. نمیخوان بگن که من بچه پادشاه بودم، نمیخوان بگن که من فرزند یکی از ملوک بودم، نمیخوان بگن که من دیروز از قریشی هایی که چقدر فخر فروش بودن. میخوان به شخص واضح کنن که متوجه باش، من فرزند همان زنیم که از قریش که دیروز بسیار یک غذای ساده میخورد، یک غذای فقیرانه میخورد. من فرزند چنین هستم، نترس از من، پریشان نشو. من کسی هستم که در اینجا و امروز حرف را میگم که یوسف به برادران خود گفت. یوسف علیه السلام چی گفت به برادران خود؟ امروز روزیه که لا تثریب علیکم اليوم، امروز روز ملامتی نیست، امروز روز عفو است، بخشش هست. به اینه که رسول صلی الله علیه و سلم یعنی از تواضع اینا. نکته دیگر جناب استاد بزرگوار از تواضع رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که در غزوات شرکت میکردن، مثلا غزوه احزاب، در غزوه احزاب همانطوری که صحابه کلنگ میزدن به خاطر کندن خندق، رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر از صحابه کلنگ میزدن. همانطوری که صحابه سنگ بر شانه خود کش میکردن، رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر سنگ ها را حمل میدادن. در ساختن مسجد قبا و مساجد دیگر، مسجد النبوی صلی الله علیه و سلم، همانطوری که دیگه صحابه کار میکردن، یعنی در شانه های خود سنگ و گل و بالاخره خشتر حمل میکردن، رسول صلی الله علیه و سلم مثل صحابه همان کار را انجام میدادن و همان سنگ را کش میکردن. نبود که مثل آقا و بادار بر سر اونها استاده باشن و امر و نهی داشته باشن. از تواضع رسول صلی الله علیه و سلم اینه که وقتی شخص میگه من وارد مسجد النبوی یا مجلس صحابه میشدم، نگاه میکردم کیست پیامبر؟ در بین صحابه وقتی نشسته بودن، لباس رسول الله صلی الله علیه و سلم از لباس صحابه فرق نمی کرد. نشست رسول صلی الله علیه و سلم از نشست دیگه صحابه فرق نمی کرد که بلند تخت باشه و بالاخره رسول صلی الله علیه و سلم روی تخت نشسته باشن و بالا نشسته باشن. و در این راستا لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه، پیامبر اسوه هست. رسول صلی الله علیه و سلم وقتی از هجرت، وقتی که از مکه مکرمه طرف مدینه منوره آمدن، وقتی به استقبال رسول الله صلی الله علیه و سلم آمدن، انصار و اون اطفال و بالاخره کسانی که طلع البدر علینا میخوندن، سیدنا ابوبکر صدیق می خیلی کسانی فکر میکردن من رسول صلی الله علیه و سلم، من محمدم. آخر به جای رسید سیدنا ابوبکر صدیق میگه دیدم که احترام به من به شکل میشه که من فکر پیامبر میکنن. رسول الله نشستن و من بر سر اونها سایبان دستمال و چادر خود را سایبان گرفتم تا اینکه دیگران بفهمن و متوجه بشن که این از رسول صلی الله علیه و سلم. اینه که از اخلاق تواضع رسول صلی الله علیه و سلم، فروتنی رسول صلی الله علیه و سلم در فتوحات، در لحظه جنگ و در لحظه و بالاخره در تمام عرصه ها، در عرصه اقتصاد، در عرصه اجتماع، در عرصه یعنی حتی با اطفال، رسول صلی الله علیه و سلم وقتی در نماز استاده هستن، زمانی که در سجده سیدنا حسن میآیه، سیدنا حسین میآیه، بالا سر رسول صلی الله علیه و سلم بلند میشن، بر شانه رسول صلی الله علیه و سلم بلند میشن. رسول صلی الله علیه و سلم حتی در سجده آرام میگیرن که این از شانه رسول صلی الله علیه و سلم نیفته. حتی ببینیم رسول صلی الله علیه و سلم وقتی از راه عبور میکنن، عمیر یکی از پسر بچه‌های انصار هست. او یک گنجشکک داره، گنجشککی که با او بازی میکنه، با او بالاخره ستیری میکنه و رسول صلی الله علیه و سلم با او می نشینن، با او حرف میزنن و با او بالاخره احوال همان گنجشکک از او پرسان میکنن که یا عمیر، وقتی از او پرسان میکنن عمیر چگونه احوال نغیر احوال نغیر چگونه؟ و حتی روزی رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که عمیر رو میبینن غمگین هست، وقتی پرسان میکنن احوال نغیر میگه ماته، بسیار غمگین هست، بسیار پریشان هست. رسول صلی الله علیه و سلم می نشینن با او
شکل برخورد میکنن تا این که همون طفل عمیر رو خنده میکنن، تعزیت و تسلیت میگن، با او شکل برخورد میکنن. آیا رهبر یا کلانتری بگیم یا مسئول امروز وقت داره برای میخوام جناب استاد بزرگوار آلی که این تواضع رسول صلی الله علیه و آله گفتیم و شنیدیم، الله بر ما توفیق بده که این سنت رسول الله رو بیاریم در زندگی خود. حالا میخوام امروز این رو بگیم. میبینیم افراد، رئیس جمهور هست، وزیر هست، وکیل هست، کلان قوم هست. آیا شده که وقتی وارد محفل و مجلس میشه هر جا جایی باشه بنشینه؟ نه، باید جای خاص باشه، صندلی یا چوکیای خاص، چوکیای ویژه. از کی هست؟ از فلان خان صاحب هست و از فلان قلدر صاحب هست و از فلان بزرگ صاحب هست و از فلان صاحب ها زیاد هست. در این راستا هر جایی که جا هست باید انسان بره بنشینه. رسول صلی الله علیه و سلم برای اینها وقتی که هر طعامی که آماده میشد از تواضع رسول الله صلی الله علیه و سلم بود، به طعام عیب و اشکال نمی گرفتن، استفاده میکردن، میخوردن، نوش جان میکردن. اما امروزه انسان های این طعام رو دوست دارم، این طعام رو دوست ندارم، این طعام رو میخوام، این طعام رو نمیخوام. در این راستا و در قسمت تواضع رسول صلی الله علیه و سلم وقتی که حرف میزدن و با کسی که اونها با او حرف میزد، رسول صلی الله علیه و سلم از تواضعشان بود، کاملا حرف رو گوش میکردن، حرف رو که گوش میکردن و بعد با بسیار با متانت و بسیار با اسلوب درست و صحیح جوابش را میدادن به طریق صحیح. در این راستا امروز کجا هست تواضع رسول صلی الله علیه و سلم در بین همه ما، در بین جامعه ما؟ تواضع رسول صلی الله علیه و سلم و از جمله تواضع رسول صلی الله علیه و سلم جناب استاد بزرگوار، رسول الله صلی الله علیه و سلم خیلی دوست داشتن با فقرا بنشینن، با مساکین بنشینن. نشست و برخاست رسول صلی الله علیه و سلم بیشتر با فقرا و مساکین و با ارمله، یعنی بیوزنها و با اینها بود که از حال اونها واقف بشن. یتیم چی حال داره، فقیر چی حال داره، مسکین چی حال داره. وقتی که ما در بین جامعه نگاه میکنیم، چرا رسول الله صلی الله علیه و سلم بیشتر با فقرا و مساکین و اینها می نشستن؟ چون نشستن با فقرا، نشستن با مساکین، نشستن با ایتام، نشستن با دل شکستگان، انسان متوجه میشه که مسیر انسان کجا هست. و اگر انسان میخواد تواضع بشه، با اینها باید نشست و برخاست داشته باشه. و رسول صلی الله علیه و سلم دعا میکردن خدایا مرا زنده داشته باش مسکین، بمیران مسکین و حشر کن با مساکین. اللهم احیینی مسکینا و امتنی مسکینا و احشرنی من زمرة المساکین. به خاطر چون اکثر فقرا و مساکین متواضعن، تواضع دارن، فروتنی دارن و در حالت قرار دارن که نیاز به دلجویی دارن، نیاز به اینه که انسان با اونها بنشینه و اینها. و از جمله نصاحی که لقمان با فرزند خود داره، جناب استاد بزرگوار چی میگه با فرزند خود؟ وقتی که میگه یا بنیه در سوره لقمان و بعد میفرماید ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا. در روی زمین متوجه باش که خرامان راه نروی، متکبرانه راه نروی. یعنی چی؟ یعنی متواضع باش. بله. با مردم متواضع حرف بزن، با مردم متواضع باش و متواضعانه راه برو. نتیجه چیه؟ ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور. الله سبحانه وتعالی دوست نداره انسان فخر فروشه، انسانی که در حال تکبر و غرور و اینها قرار داشته باشه. تشکر جناب آنوس بزرگوار. سهل باشد گر کنند افتادگان افتادگی، مهربانی و تواضع از بزرگان خوشنماست. میخوایم بپرسیم که چرا مهربانی و تواضع و فروتنی و شکست نفسی از بزرگان خوشنماست و چه کسانی باید بیشتر تواضع داشته باشند تا بتونن دلهای مردم به دست بیارن، تا بتونن الگو و اسوه و قدوه نیکو در میان سایر مردم باشن؟ اصلا وقتی که ما تواضع میگیم، میگه تواضع ز گردن فرازان نیکوست. رسول صلی الله علیه و سلم رحمت للعالمین همه اشیا برای اونها میسر بود.
ولی در تمام امور تواضع داشتن، در لباس خود، در خوراک خود، در زندگی خود، همه اینها. وقتی ما نگاه میکنیم چرا میگیم زیبا هست که انسانهایی که قوت و قدرت داره تواضع داشته باشه؟ چون رسول صلی الله علیه و سلم توان و قوت و قدرت داشتن، تواضع داشتن. وقتی که انسان متواضع هست، ما ببینیم در قرآن کسانی که تواضع را ترک کردن چه کسانی بودن؟ آیا ضعیف بودن یا قوی بودن؟ الله سبحانه تعالی بیان میکنه و اذ قلنا للملائکه اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس ابا واستکبر. آیا توان نداشت ابلیس آدم را سجده کنه؟ توان داشت. زیبا همین بود که سجده میکرد و طاعت پروردگار میکرد. وقتی سجده نکرد ابا واستکبر، تکبر ورزی، تواضع و فروتنی کنار گذاشت. این شکست نفسی نکرد، نفس خود را نشکست، مطرود رحمت الله شد. وقتی نگاه میکنیم فرعون با لشکر خود که غرق شد، وقتی الله سبحانه تعالی او را با لشکرش غرق کرد، به خاطر چی بود؟ چون فرعون تکبر کرد، تواضع را کنار گذاشت، فروتنی را کنار گذاشت. زیبا بود که او با همو قدرت خود، با همو حکم و حشم خود باید تواضع میکرد. وقتی نکرد الله سبحانه و تعالی او و لشکرش را غرق کرد و نتیجه و ثمره. وقتی نگاه میکنیم الله سبحانه و تعالی در آیات زیاد میفرماید سأصرف عن آیاتی الذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق. خب اینها مسیر اونها کجا شد؟ مسیر متکبرین. الله سبحانه و تعالی میفرماید ادخلوا ابواب جهنم خالدین فیها. ادخلوا، داخل شوید در دروازه های جهنمی که همیشه در او جهنم هستید. خب او جایگاه کی هست؟ فبئس مثوى المتکبرین. پس میایم اینجا جناب استاد بزرگوار، تواضع زیباست برای کسانی که توان و قدرت دارن. مثلا رئیس جمهور وقتی تواضع میکنه از احوال رعیت خود واقف میشه، زیبایی در اینجاست. زیباییش و امو عملش، امو اقدامش، امو روشش، امو کاری که انجام داده همه را متوجه میسازه. مورد توجه دیگران. گفتم تواضع ز گردن فرازان نیکوست. فرد بعدی همینه میگه گدا گر تواضع کند خوی اوست. خب یک فرد میای سائله، سوال میکنه، گردن کج میگه مستحق هستم. اما کسی که میده چیزی، اگر یک شیر داد، یک تبسم هم کرد، یک خنده هم کرد، برادر عزیز نور چشم، یا مثلا یک خواهر اگر سوال میکنه خواهر عزیز و گرامی این را بگیر مشکلات خود را حل بکن، بسیار به یک تواضع و فروتنی، این زیباست. نه این که بالاخره شکل برایش کمک بکنه که جلب توجه بکنه و خدا نخواسته. در اینه که یک مدیر در اداره خود نشسته است. اگر شخص داخل میشه در اون اداره و از مدیر اداره، از آمر اداره، از رئیس اداره، مسئول اداره، هر اداره‌ای که میخواد باشه، اداره حکومتی هست، اداره بالاخره فرهنگی هست، اداره سیاسی هست، اداره اجتماعی هست، هر اداره و هر پستی که هست، برای طرف این شخص الگو واقع میشه. همه بالاخره عام و خاص از او میگن رفتم در دفتر فلانی، با فلانی انقدر تواضع کرد، انقدر حرفای ما رو گوش کرد، انقدر کار مرا و مشکلات مرا حل کرد. چقدر انسان متواضع. به راستی هم که امت رسول صلی الله علیه و سلم بوده، به راستی هم که در راه رسول صلی الله علیه و سلم قدم گذاشته بوده و به راستی هم که الله سبحانه و تعالی این را دوست داره. پس به اینه که انسان‌هایی که دارای قوتن، دارای قدرتن، انسان‌هایی که دستانه، سیدنا عمر رضی الله عنه وقتی تواضع خلفای راشدین انسان میبینه، سیدنا عمر، این نشان دهنده چی هست که سیدنا عمر از مدینه حرکت میکنه به طرف بیت المقدس. همه اسقف‌های و بزرگان مسیحی در بیت المقدس در انتظار امیر المؤمنین هستند. امیر المؤمنین با او تواضعی که داره، با او غلام و خادمی که داره، امپراتور وقت بگین، بزرگترین قدرت وقت. سیدنا عمر نوبت میگذاره به خاطر این که عدالت برقرار بشه. این تواضع سیدنا عمر رو نشان میده.
غلام خادم روی شتر می نشینه، مهار شتر سیدنا عمر میگیره. یک مسیر راه میرن، سیدنا عمر می نشینه و بالاخره نوبت. سیدنا عمر می توانست و بالاخره حکم و حشم و ده ها و صدها اسب و شتر بر راه اندازه و به اصطلاح امروزی خاک و دولخت و بالاخره بسیار به یک دبدبه و شوکت و اینها بر راه بیفته و تا اینکه بخواه قلب دشمن رو بلرزانه. نخیر، سیدنا عمر قلب دشمن رو با تواضع خود میلرزانه، با فروتنی خود میلرزانه، با عزم قاطعی که داره، با او تقوا و خدا ترسی که داره. سیدنا عمر به اینه که تواضع مقام انسان رو بالا میبره، جایگاه انسان رو بالا میبره. بعضی انسان ها فکر میکنن اگرچه جناب استاد بزرگوار ما انواع تواضع داریم، تواضع بالاخره درجات و مقام تواضع داریم، شاید وقت برنامه قدر اجازه نده، میخوام فقط این را اشاره کنم. بعضی انسان ها فکر میکنن که پشت یک چوکی که نشستن، پشت یک اداره که نشستن، پشت بالاخره یک منصب و قدرت و چوکی قرار گرفتن، فکر میکنن اگر با همون مأمورین خود، با همون مراجعین خود، با همون کسانی که اونها مراجع دارن اگر تواضع کنن از شأن اینها پایین میآید، اگر اینها تواضع کنن شاید از مقام اینها کاسته بشه. اما اینا عکس فکر کردن. هر قدر که انسان تواضع میکنه مقام انسان به نزد الله و به نزد بندگان الله بالا میره. گفتم امان شاعر که میگه به اوج کبریا کس پهلوی عجز است را آنجا، به اینه که رسول صلی الله علیه و سلم، شما ببینیم بهترین صفت به رسول صلی الله علیه و سلم صفت عبد. همیشه میگن اینی عبدالله، انا عبدالله، ما بنده از بندگان الله سبحانه تعالی هستم. میخوان که تواضع خود را عکس فرعون که میگفت انا ربکم الاعلی. نتیجه رسول صلی الله علیه و سلم وقتی میگن اینی عبدالله، من بنده الله هستم، نتیجه این شد که الله سبحانه و تعالی میفرماید و رفعنا لك ذکرک، ما نام تو را بلند میبریم، ما شأن تو را بلند میبریم، ما مقام تو را بلند میبریم. پیامبری که می نشست روی زمین با دیگران عادی و ساده می نشست و غذا می خورد، پیامبری که با فقرا و مستضعفین می نشست، پیامبری که کار خانه و زندگی را انجام میداد، پیامبری که در کنار صحابه در وقت غزوات و اینها، در وقت جنگ می جنگید، در وقت کار می کرد و در وقت اینها. این پیامبر با او تواضع و فروتنی که پیشگاه الله سبحانه و تعالی به ارزق گذاشت و نشان داد، الله سبحانه و تعالی و رفعنا لك ذکر. اما عکس فرعون تکبر کرد، جایگاهش کجا شد؟ گفت انا وقتی گفت انا ولی الیس لی ملک مصر و هذه الانهار، وقت نتیجه کجا شد؟ امروز جسدش به خاطر عبرت گذاشته شده برای انسان ها و اینها. پس به اینه که تواضع و فروتنی مقام انسان رو بالا میبره، نه این که از مقام انسان چیزی کاسته. تشکر جناب مولانا صاحب بزرگوار. البته هرچه در ارتباط به این خلق عظیم که واقعا یکی از اخلاق عظیم هست و یکی از فضایل اخلاقی هست، درباره تواضع و فروتنی و شکست نفسی صحبت کنیم، هنوز هم صحبت کم است و ان شاء الله این بحثمان بحث تواضع در برنامه آینده و جلسه آینده همچنان ادامه خواهد داشت. با عرض تشکر خدمت جناب مولانا صاحب و تشکر از شما گرامیان، همه شما سروران را تا دیدار دیگر و برنامه دیگر به پناه الله یکتای بی همتا می سپارم و السلام علیکم و رحمت الله تعالی و برکاته. قد مازجته سلامة الأذواق، فإذا رزقت خليقة محمودة فقد تقسم الأرزاق، فقد اصطفاك مقسم الأرزاق. حين تطربني الخلال كريمة طرب الغريب بأوبة وتلاقي، وتحسني ذكر المروءة والندى بين الشمائل عزة المشتاق.